سلام خدمت دوستان، من علی هستم. در کل کارم موبایل فروشی، قسمت تعمیرات انجام میدم، لوازم جانبی، خرید، فروش، تمام کارهای گوشی رو انجام میدم. و اما برسیم بر سر بحث مینا. 2 مینا ما داشتیم اینجا، یک کشمال خدا، این کشمال رفیقم بود که این فضا احساس کردم واسه شون کوچیک شده و اینا رو اینجا جای دادم. حالا یکی سرده نسبت به جاش، یکی هم دیگه یه جای بزرگی واسه شون ردیف کردم. اینجا حجمش بزرگه، خیلی راحت میتونن توش پرواز بکنن. این که دستیه. خب نظرتون در رابطه با این قفس این بزرگی چیه؟